سلام دوستان و همراهان عزیز، امروز اومدیم به سد زیبای لفور. اینم جاده رودخانه باغ‌الروده. ببینید چقدر باصفاست. این بوی جنگل لذت بخشه. بعد جنگلبانی باز هم مثل جاهای دیگه ای که رفتیم گاوهایی دیدم که مشغول چرا و جنب و جوش بودن و این حس خوشایندی داره. نگاه کنید، هر وقت دامو توی این مراتع و جنگل ها میبینم خیلی خیلی خوشحال میشم. کمی بعد از جنگلبانی رسیدیم به رودخونه پر آب باغ‌الرود. واقعا خروشانه. همونجا کم زدیم و صبحونه نهار رو هم همینجا خوردیم. ببینید چه آبی داره. خیلی وقت بود که رودخونه به این پر آبی ندیده بودم. آب اونقدر سرد بود که من هر 2-3 دقیقه می اومدم بیرون. ولی خیلی لذت بخش بود، خنک. همینجا امامزاده صالح و زکریا هم داره که میتونید برید زیارت. الان که دارم فیلم میگیرم صبح خیلی زوده، خاطر همین خلوته. با وجود اینکه خیلی شلوغ بود ولی باز هم لذت بردیم. خیلی خوش گذشت. کل امتداد رودخونه پر آدم بود و همه هم داشتن خوش می‌گذروندن. از بلند شدیم و رفتیم قبل سد چند تا عکس گرفتیم که خیلی زیبا شد. نگاه کنید سمت چپ رودخونه، همون ته خود سده، اونو میبینید؟ یه جزیره هم وسطش هست، اونو دیدین؟ خیلی قشنگه. حالا این سمت راست رودخونه که تهش هم مشخص نیست، 3 تا رودخونه به این دریاچه میریزه که این دریاچه رو خیلی پر آب کرده. به خاطر همینه که سد رو باز میکنن و آب خوبی هم داره بعد سد رها میشه. وگرنه جاهای دیگه، سدهای دیگه آب خیلی کمی داره رودخونه هاش. نگاه کنید چه آبیه. این کار رسمم قشنگ بود که من یه عکس ازش گرفتم.